اعتراض میکردن و با اونها جمع میکردن. خب پس این به طور کلی این ترکمن هایی که اینجا اومدن تذکر این نکته لازمه. در کمتر قومی در دنیا پیدا میشه که این اقوام به صورت طایفه تیره و غیر ذالک تقسیم میشه. ما در فارس ها چنین چیزی رو نمیبینیم. لور هست، کرد هست، مثلا بلوچ هست، نمیدونم فارس هست، اما که هم ردیفی هم ترازی مثلا ترکمن اومد در داخل خودشون یک خانی دارن، اقوامی دارن، فلان دارن، اما مثل ترکمن ها تقسیم به طایفه و تیره و نه نیست. یکی از خصوصیات این طایفه و تیره این هم هست. این طایفه تیره چه تأثیر داره؟ وقتی که بین خودشون میخوان اختلافی داشته باشن، یک طایفه یک کسی که خیلی ضعیفه بی دست فارس زمینی هم داره، یک طایفه قوی‌تر نمیتونه به این چیز بکنه، حمله بکنه، زمینش از دستش بگیره یا او رو کتک بده یا فلان. برای اینکه طایفه های دیگری که مثلا اجزون اونه همه جمع میشه بر علیه این طایفه دیگر قد علم میکنن. روابط اجتماعیشون، روابط فرهنگیشون، روابط سیاسیشون که ما فقط درباره روابط سیاسیشون، مناسبات سیاسیشون و فرماندار استراباد یعنی دولت ایران در اینجا مکس میکنیم باش ملاحظه کرده؟ بله. این جنگ و گریز بین ترکمن ها در اثر اختلافات کوچک، در اثر کشته شدن تا یکی از طرفه ممکنه بین فارس ها که مقصودم فارس هایی که در استراباد در اطراف و رهوش استراباد در این بخش استراباد زندگی میکنن با ترکمن هایی که در اینجا زندگی میکنن وجود بیاد. دلیل مناسباتشون اینطوریه. باید تأکید بکنم که این دولت ایران یا شاههای ایران یا فرماندار استراباد هیچ وقت مثل دهاتی های دیگری مثلا ایران حکم فرمایی نمیتونستن کنن. اینا استقلال داخلی خودشون کامل داشتن. گاهی در اثر یک اتفاق این مناسبات صلح‌آمیز به جنگ و جدال هم میکشه. برای اینکه شما درست مجسم بکنید که بفهمید این قوم و بعدها ملتی هم شده، میخواید ببینید که روابط داخلیشون چطوره. مختصری در اینجا روش وقت میکنم. ترکمن ها گفتم طایفه میشه، تو تیره اینجا بزرگ تقسیم میشن، یکی تیره جعفروای، یکی تیره اتوای و در همراه این هم قجوق، قانیاخمار و اینا هم هستن. در بین جعفروای یک مثال کوچک کافی است که بفهمید چطور است. خود جعفروای تقسیم میشه به یار علی و نور علی. البته ملاحظه میکنه که اسم قبلا باید نباشه، برای اینکه این اسم فارسی هستش. وقتی که با
به این طرف گرگان و اینا یا به طرف بخارا و خیبر که اینا اومدن که این اسم ها رو برای خودشان انتخاب کردن. یار علی نور علی گفتن ببینید که این میرسانید که این طایفه مثلا اخلاص طایفه یار علی اون یکی نور علی اینا برو طایفه توی این طایفه یار علی تماشا تن عرقها ارز کنم که قمرمهی ها و امثال هم میاد. نه خودشون باید طایفه کوچک تقسیم میشه به اینها کار کم کلته قاینجب تقسیم میشن. هر کس طایفه خودش رو چیز خودش رو حفظ میکنه. اون وقت بین هر طایفه اقوامی که بین خود و اینها هستش اینها تا 7 پشت همدیگر رو مثلا یک اولاد پدری اولاد خودش تا 7 پشتش قاندسه رو خودش حساب میکنه. یعنی یک کسی از اونها رو مثلا بکشه و تمام اینایی که این پدر و مادر وجود اومدن تا 7 پشت حق دارن انتقامشو از اون کسی که یکی از اینها رو مثلا فرقم کشته انتقامشو بکشه. 7 پشت تا 7 پشت. این خصوصیات است که مثلا در هیچ جای دنیا نیستش. اون وقت کم کلته مثلا یار علی مجموعاً در مقابل نور علی و میشه با هم دیگر اختلاف عموماً که مقابل بکنه اینها طرفدارشون این میشه طایفه‌ای که در داخل خودشون مثلا پشتیبانی میکنه اون نام همینطور. اتباع جعفروی چیه؟ جعفروی در مقابل اتباع در مقابل جعفروی وای میستن تعصبشون یکیه. مثلا یک نفر جعفروی از این ایل بزرگ اتباع بکشه تمام اتباع با جعفروی در حالت جنگ قرار میگیره تا این اختلاف فیصله پیدا کنه. در آستانه حمله قشون رضا شاه ترکمن صحرا طایفه تیره بزرگ اتباعی و تیره جعفروی دشمن خونی بودن. وقتی که من بسیار کوچک بودم یک اتباعی از اومچلی از دور دیده شده و اسب سوار و تفنگ خودش داره میاد. چند نفر جعفروی اومچلچی با تفنگ رفتن دورور او رو محاصره کردن و کشان بدون که تفنگ او رو بگیرن اسب او رو دارن میارن به طرف اومچلی آوردن. یه نفر پیرمردی وایستاده بود گفت که اتباعی اغل او ارکاننا که tüfeği tıkıyorum çirim taklayamam. Sen doğru veren kabalarını neymiş ettin, tüfeği atmadın, uçmadın, bunları öldürmedin. Oğlum birinciden oğlun sesini çıkarmadı, izinden ben orada uğraşıp gelip size Cafer Baylar'a fena getir, fena hendeyi bozdum diye de geldim size yakalayan. Şunu vura, ben tüfeği atmadım, o sizinle uğraşmadı öyle şunu vura sizi arka tutup ben on yalı olsa onunla sen bir yerde hem yaşayabilirsin, hiç kimin gelip seni yüzün üstüne vurulma değil bilmem.